پیشی اونجا رو خط خطی کشیده؟ آره کی بود چه جوری؟ خط خطی همه کشید اینجوری بابا. بهش نگفتی پیشی کار زشتیه؟ نه نگفتم همه دست چجوری خط خطی زد آخه اونجا رو؟ اینو خط خطی کشید همه خط خطی کشید. من دیدم اون دیگه لاک ریخت تو لباس. کی؟ پیشی لاکوشه به لباسش. پیشی؟ آره به لباسش. شما به پیشی نگفتی پیشی اگه مادر بیاد ببینه اونجا دیوار خط خطی شده دعوات میکنه؟ الان پیشی که مادر میاد دعوات میکنه بهش گفت. اون چی گفت؟ گفت من کار بد. گفت من کار بد نمی. پیشی که نه خط بهش گفتم. بهش گفتی دیگه باید حرفی ندارم اگه اینجا خط خطی کنی باید این کارهای زشت رو تکرار کنی؟ باید حرفی ندارم باید تکرار کن پولیس بگی اسکار کنی. چی گفتی بهش؟ گفت اسکار کنم. میدونم پیشی گفت اسخای میکنم؟ اسکار میکنم دیگه بهش واسه این میگیره آدم میدونی؟ میگیره من تو آریابوس میگیره منو معصوم الو فداد بیزن خوندن نسی من تو میگیره منو فداد جم این بیاد بیرون کی میخواد اینا رو بگیره؟ من میگیره منو نفسم الو فداد بشم. نمیتونی مامانه این نوگ میزنه. میلیونی نگه انقدر چقدره؟ اینقدر به تو دوربین ببینمش. انقدر چقدره؟ اینقدر خیلی ما هم دیگر رو دوست داریم مگه نه؟ اینقدر خیلی زیاد حتی. دستنی نشنی چی میخواد؟ هشاری دریاده چی؟ هشاری دریاده بستنی؟ داری بستنی چه رنگی؟ سبز آبی نداریم بستنی. هشاری داری بخورم میره بخورم. کجاست یعنی کجاست بستنی الان؟ هشاری بود دست دوست داری بستنی؟ آره دوستانم. دوست داری میخوای بخوری؟ آره چقدر میخوای بخوری؟ دوتا آره تو چی بریزم برات بخوری؟ دستم نیست تو چی بریزم با چی میخوای بخوری بستنی؟ دستوت با قاشق؟ آره دوست داری بستنی آره؟ آره اگه بهت بدم تو منو دوست داری؟ آره بوسم میکنی؟ آره خوشی کنم. یه بوس برام بفرست یه بوس برام بفرست. اینا عظمت کوزه وصل شرد آهنگ نداری برسن دوری ندارن. چی دارن پس؟ دختران ناز دارن. دختران ناز دارن پسرها چی دارن؟ دودول دارن. دودول دودولم من به نشونم دودولم چقدر بزرگ من به نشون میدم. خواهی نشون میده دودول چقدر بود نه نشون نبود زشته. ببین دست بزن روی سلونم من دست بزن ببین دودولم بزرگ. بریم؟ نریم. از اردبیل اومدم بعد دی بپرسی نه فقط گفتی از کجادان اومد. کجا میری؟ این وری میریم. این وری به کجا میره؟ والا نمیدونیم نرفتیم که ببینیم حالا بریم ببینیم چی میشه دیگه. از کجا اومدی؟ از این ور اومدیم. برای چی داری میری؟ حالا خب این ور نمیشه بره همه دارن میرن این ور. همه کجا ما میرن؟ نمیدونم من از کسی نپرسیدم بچه‌ها دیدم همه این ور میرن من گفتم اینجا بریم ببینیم چی میشه. چند دویم بار داری میری؟ یه بار بیشتر نرفتم که همینجوری الان دارم میرم. آخه آدم چی نمیدونی چند بار بره یه بار میره دیگه باش یه بار برمیگرده. خوبه اینجا خدا خیرشون بده. مثلا حمامش مثلا تمیز بود غذاش خوب بود ساندویچ میدادن نوشابه دادن پرتقالدان زتان دادن خیلی قشنگ. پاهات چی شده؟ پشه زدم. کی زد؟ اینجا رخم جوریش پشه اینجا آمده بود. پشه
بیرون آمده بود. تو رو زد؟ چرا؟ این تو رو زد منو خود دعوا کرد زد. میکشمش. میخوای بری؟ نه آره؟ نمیخوام برم. ببرمش داده. میخوایم بریم ددر؟ نه نمیخواد بره. میخواد بمونه پیش خاله مگه نه؟ آره؟ میخوای بمونی اینجا؟ باش. اینجا بمونی. میخوای اینجا بمونی؟ مامان اینجا بمونی. باشه مامانت هم مامان اینجا. بابا میخوام من داده آبمون. نه خیلی خوب حالا قرآن حالا قرآن خاموش میکنم تو که بخواب. الان میخوام من کوچولودم تو دم بزرگ شدم و یه منو آدانه آوردی بیرون با دسته چجوری رفته بودی تو دلم مگه؟ خورده بودی دیگه. خورده بودی منو کی تو رو خورده بودم؟ شب دیگه هم موقع پیش کجا بودم خب کجا باید یه تو دانه بزرگ شدم یه اومدم من نو ادانم در ادان خودت در وردی اون وقت مادم بیرون وقت چجوری از دهن آمدی بیرون؟ اون وقت من یه بزرگ شدم از تو دانم وردی منو بیرون اون وقت یهو این اونجا وایسادم و یهو بیرون عکس ازم گرفتی. از دهن آمدی بیرون؟ آره یعنی بزرگ شدی از دهنم به دنیا آمدی؟ آره چجوری به دنیا آمدی؟ بعد خب افتادی زمین بعدش؟ چی؟ بعد افتادی زمین؟ چی؟ بعدش افتادی زمین؟ نه دیگه چی؟ وقت منو یهو از دهنم در آوردی و یهو خوشحال شدم. یه روزه خودت هم خوشحال شدی و گفتی حدینم خوشگله اون بار نگم کرد گفتی حدینم خوشگله چی شد که من تو رو خوردم؟ چی؟ چرا من تو رو خوردم؟ آخه کوچولودم دیگه نمیتونستم وایسادم تو کجا میگویدی منو دستم کجا بود نمیتونستی هیچ کار بکنی من گذاشته بودی تو دهنم تو دهن خودم ورتت دادم؟ آره، خوشحال شدم بعدش؟ بعد اومدم یه روزه بیرون و گفت اون نگاه کردی گفتی حدینم خوشگله از کجا میدونی؟ که من گفتم این بر من نگاه کردم خوشحال شدم؟ آره خوشحال شدی اون وقت منو بوس کردی یهو ازم عکس گرفتی. راست میگی؟ آره دیگه. خب حالا دیگه شب بخیر شب بخیر عزیزم. اوپس داغون شد مغزه. ماما چی میخوای؟ ماست میخوای؟ نه چی داره توش؟ نه آدینا دوست داره؟ دوست چرا دوست داره؟ خوشمزه است؟ آفرین بخور نوش جونت بخور ماما نوش جونت عزیزم. این چیه الان؟ چیه؟ فیلم دارم میگیرم. میخوری ماست بازم؟ میخوری؟ بگو میخورم. بیا عزیزم. چی داره تو؟ نه نداره. خوشمزه است. تو دوست داری؟ بخور نوش جونت عزیزم.
عزیزم. خانومم. خوشگلم. جیگر من. نه. تموم شد دیگه. تموم شد. همه تو خوردی. مامان میخواست بخوره. تموم شد. به زانو در بیاری یا نه؟ نه خیر. آمریکا هیچ غلط نمیتونه بکنه. میدونی سرا آمریکا ما الان خودشفا شدیم. چند تا دانشمندای ما را ترور کردن. هن؟ بابا با هم بگی بایی خود نزده با هم کاری محل خود بزنه با کشه یا بالفت من میرم بره تو یا حسین یا بالفت یا حسین باکو اینو درد دارم تو پیره نمیبسی یا بالفت محمد احمد یا حضرتم یواش جون بچت یواش یالا شما کار انجام بده یا حسین بچه یا بلفا پتر رو منداز عجب فیلمیه یواش کارش هم میکنیم نمی عروسک تکون نمیخوره نه عادی پسر با ادبیه کلم به من احترام میده. من دارم و خیلی پسر خوبیه ولی خدایی که من دوست دارم باش ازدواج کنم. دوست دارم. اونم دوست داره؟ نه نمیدونم ولی کلن باید دو طرفه باشه دیگه. آره باید دو طرفه باشه. باید ببینی اونم دوستت داره یا نه. آره شاید بولده هرچی پسر با ادبیه کلم نیاده باز پسر با ادبیه باز اصلا خیلی پسر با ادبیه. من تو انقدر پسر با ادب دور خودم ندیدم. واقعا ندیدم. حتی بابک هم انقدر با ادبه. واقعا هر دوتاشون با ادبه. خب بالاخره کدومو میخوای انتخاب کنی؟ نمیدونم. خب فکراتو بکنی دیگه. حالا شاید به نظر من اصلا سامی خودش دوست دختر داشته باشه. آره. خب اگه داشته باشه چی؟ من دیدم بغلش کرده دوست دختر داره. جدی داره؟ جانم برم. خب اگه داشته باشه دیگه تو میخوای چیکار کنی؟ نمیدونم واقعا چه نمیدونم چی جوری باش ازدواج کنم. شاید اون اصلا قصد ازدواج نداشته باشه. آره میدونم قصد ازدواج نمیدونم داشته باشه یا نشته باشه. در صورت باید با من ازدواج کنه. زور که نیست که. آره زور نیست که ولی خیلی دوستش دارم. اونم انقدر تو رو دوست داره؟ بارلی
اونم انقدر شما رو دوست داره؟ آره من مطمئنی؟ آره حالا گفت کی میاد؟ نمیدونم گفت تعطیل که نمیتونم فقط یه روز میتونم تو رو ببینم. گفت فقط یه روز تو رو میتونم ببینم و تعطیل دوست دارم همش تو رو ببینم. اون فقط یه چیزی بود که تو بیلیارد همو دیدیم. با کی بودی اون روز؟ هنا هم بود تو نبودی. بعدش خیلی مامی اومد چی شده بود؟ من با شما حرف زدم؟ بابا به من حرف زد گفت خوب شد خوشگل شد تو ولی من به چشم دست زدم. بهش بگو با من چی کار داری؟ به من چی کار داری؟ ها من کارم. آها کار داره شما معذرت میخوام بابا. من دارم کار میکنم. آها معذرت میخوام. من دارم بازی من نمیدونست من فکرم شما کاری نداری. من برای همین با شما حرف زدم. به من چی داری؟ ها من کارم آخه دارم ماتین میزنم. باش شما ماتین بزن بابا. من کارم. آره من کارم. معذرت میخوام بابا. من فکرم شما کاری نداری. من برای همین با شما حرف زدم. به من چی داری؟ ها واسه این میگیره آدم میدونی؟ میگیری من تو آریابوس میگیری منو معصوم الو فداد بشم خوردن نرسی من تو میگیری منو فداد بشم فدات شم. این بیاد بیرون کی میخواد اینا رو بگیره؟ من میگیرم منو نفسم الو فداد بشم. نمی با من صحبت میکنی؟ میشه من بگی این چه لباسی تنته؟ خلبانه. برای چی این لباس پوشیدی؟ خلبانه. خلبانی الان؟ بله بزرگ شدی دوست داری چیکاره بشی؟ لاستیک فروش. شوهرتون کجاست؟ در قید حیات هستن؟ طلاق داد خالپسر. شوهر کجا بود؟ قبل بابا شوهر بله